به نام خدا. یکی دیگه از اصلاحات قانون مجازات 99 ماده 137 یعنی تکرار جرم. اگر متهم قبل از قطعیت حکم جرم اول جرمی مرتکب بشه تعدد جرمه و اگر بعد از قطعیت حکم تا یه مدت مشخصی مرتکب جرم بشه تکرار جرمه و اگر بعد از اون مدت مشخص باشه نه تعداد و نه تکرار. اما شرایط تکرار جرم چیه؟ 3 شرط داره. اولا محکومیت قطعی قبلی به جرایم عمدی درجه 1 تا 5 وجود داشته باشه. دوم بعد از محکومیت قطعی توی مدت مشخصی جرم دیگه‌ای انجام بشه. مدت مشخص یعنی اگر مجازات اجرا شده باشه تا اعاده حیثیت و اگر مجازات قبلی اجرا نشده باشه تا مرور زمان اجرا. سومی که جرم تعزیری عمدی درجه 1 تا 6 مرتکب بشه میگیم تکرار جرم رخ داده و قانونگذار تشدید مجازات رو براش پیش بینی کرد، یعنی مجازات جرم دوم بین میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر به علاوه 1/4 تعیین میشه.